دسنت‌های ناتو در ساحل‌های نروژ شیوه‌های رفع حمله‌های دشمن احتمالی را تمرین می‌کنند. رزمایش‌های 2 هفته‌ای با نام نیزه سه سره روز 25 اکتبر آغاز یافت. در آن 50,000 نظامی از 31 کشور شرکت دارند. تمرین‌ها بعد ختم جنگ سرد بزرگترین رزمایش ناتو است، ولی به گفته مسئولانش در آن فقط شیوه‌های مقابله را مشق می‌کنند. چون این رزمایش برای آن لازم است که نشان بدهیم ناتو نیروی بازدارنده میماند. تمرین های ما برای پیشگیری از مناقشه است، نه برای برانگیختن آن. نمایندگان روسیه را به مشاهده تمرین ها دعوت کردند، ولی مسکو تمرین ها را اغوا برانگیز و ضد روسی نامید. چون این ختمش به امنیت و ثبات در شرق اروپا و در عموم قاره اروپا مساعدت نمی کند. نیروهای بحری روسیه نیت دارند در آبهای بین المللی در نزدیکی نروژ موشک آزمایش کنند. نمایندگان ناتو گفتند از روسیه عملکرد مسئولانه انتظار دارند. تمرین ها در زمان صورت می گیرد که تنش بین ناتو و روسیه کم نمی شود. از سال 2014 از زمان غصب نیم جزیره کریم از طرف روسیه و حمایتیان از جدایی طلبان اوکراین دو طرف مناسبت خوب ندارند. بر رزمایش های نیزه سه سره 250 هواپیما، 65 کشتی و 10,000 تانک و دیگر ماشین های نظامی جلب شدند. نیروها و مهمات را چند پیش از اروپا و آمریکای شمالی آوردند. نگرانی اساسی ناتو این است که نمیتواند مرزهای شرقیش را مستحکم کند. پیامی نیزه سه سره این است که ما آماده هستیم و به ما دست نرسان. هدف این است که سیاستمداران روس پیش از طرحریزی یگان عملیات نظامی خوب اندیشه کنند. یک ماه پیش از تمرین های ناتو روسیه رزمایش شرق 2018 را برگزار کرد که بزرگترین در تاریخش شد. در این مشق‌ها 300,000 نفر شرکت کردند. از این پیش در ماه سپتامبر سال 2017 در غربی روسیه در نزدیکی‌های مرز ناتو مشق‌های وسیع مقیاس روسیه و بلاروس صورت گرفت. در آن 10,000 نظامی شرکت داشتند.